سلام دوستای عزیزم. برای بافت جادسمالیمون ما احتیاج داریم به یه حلقه با قطر حدوداً 5 سانت و یه چوب که قطرش حدود 1 سانت، اما اگه نداشتید میتونید از چوب ضخیم‌تر هم استفاده کنید و 8 رشته نخ 3 متری. برای شروع کار ما 8 رشته نخمون رو سر میندازیم. برای شروع بافت ما کل 8 رشته‌مون رو 2 قسمت میکنیم. با یه قسمتش فعلا کاری نداریم. قسمت اولش رو دوباره 2 قسمت میکنیم. برای بافت وقتی که جداشون کردیم، 2 قسمتشون کردیم، میخوایم گره مدادی بزنیم. به خاطر اینکه این وسط بین بافتمون فاصله نیفته از این رشته استفاده میکنیم و برای بافت این سمت از این رشته که این قسمت بین بافتمون فاصله نیفته. فعلا پس با این رشته کاری نداریم، یعنی اینو میذاریم به این سمت که بخوایم با هم سمت بعدی رو که میبافیم از این رشته استفاده کنیم. برای بافت این قسمت سمت راست من نخ که الان اینجا جدا کردم رو به عنوان نخ پایه نگه میدارم و 3 تا رشته‌ای که دستم هست رو روش گره مدادی میزنم. برای سمت بعدی دقیقا همون کاری که این قسمت انجام دادم، یعنی این رشته نخی که برای اینجاست رو به عنوان نخ پایه نگه میدارم و این 3 تا رشته نخ رو روش گره مدادی میزنم. دوباره دقیقا همین کار رو تکرار میکنم، یعنی ردیف بعدی من با این رشته نخ کاری ندارم. این رشته نخ رو به عنوان نخ پایه نگه میدارم و این 3 تا رشته نخ رو روش گره مدادی میزنم. برای سمت بعدی ما همون کاری که اینجا انجام دادیم رو دوباره تکرار میکنیم. این نخی که این زیر بود رو به عنوان نخ پایه نگه میدارم و باقی نخ رو روش گره مدادی میزنم. تا اینجای کار شکل بافتمون به این شکل شده. اینجا ما چیکار میکنیم؟ نخ سمت راستی رو به عنوان نخ راهنما قرار میدم و نخ سمت چپی رو روش میبافم، یا فرقی نمیکنه. نخ سمت چپی میتونه راهنما باشه، سمت راست روش بافته بشه، ولی من الان این کار رو انجام میدم. نخ سمت راستم رو به عنوان راهنما قرار میدم و این نخ رو روش گره میزنم. دو تا رشته نخمون که اینجاست و 6 رشته نخ اون زیره و هر کدومشون جداست، یعنی 3 رشته برای سمت راست، 3 رشته برای سمت چپه. این نخ رو نگه میدارم و 3 رشته سمت چپ رو روش گره میزنم.
این نخ رو به عنوان نخ پایه قرار میدیم و باقی نخ‌ها رو روش گره میزنیم. ما وقتی که به اینجا رسیدیم میخوایم که دور این چوبمون رو ببافیم. برای این کار احتیاج داریم که به دو تا 4 رشته‌ای که گره مربع بزنیم که یکی از گره مربع ها رو بیاریم به سمت جلوی کار و یک گره مربع کامل بره به سمت پشت. و این قسمت نخ رو طوری جدا کنید که اون دوتای عقب برن به قسمت پشت و این چند تا به قسمت جلو باشن. گره مربع میزنیم. گره مربع رو تا جایی ادامه میدیم که بتونیم اون رو برای دور اون چوبمون اندازه میگیریم میزون باشه. ببین به این شکل میخوایم انجام بدیم. اگه چوبتون ضخیم تره میتونید گره مربعیتون رو بیشتر کنید. همین گره رو قسمت پشت کار هم میزنیم. وقتی که دو تا بافت گره مربعیمون به یک اندازه شد، انتهای کارمون رو گره قفلی میزنیم. گره قفلی هم که آموزشش داخل پیج هست، میتونید ببینید. و تا هر اندازه‌ای که خواستید میتونید انتهای کارتون رو قیچی کنید. دقیقاً همین مدل بافت رو ما سمت دیگه انجام میدیم.